آینه مرد مرده، نویسنده اگاتا کریستی، گویندگان نازنین مهیمنی، اکبر منانی. خونه قشنگی بود. اساس قشنگ و گرونی هم داشت. تو اتاق یه دست مبل چارگوش بود با یه میز تحریر که هرکول پوآرو پشتش نشسته بود. تنها چیزی که تو اتاق چارگوش نبود کله پوآرو بود. پوآرو نامه آقای جرواسکو رو میخوند. مسیو هرکول پوآرو، مشکلی پیش آمده. مهارت و دقت بالایی برای رفع آن لازم است. تعریف شما را زیاد شنیدم. میخواهم مسئولیت کار را به شما واگذار کنم. حس میکنم از من کلاهبرداری شده. اما بنا به دلایل خانوادگی نمیخواهم پلیس خبر کنم. لطفاً به محض دریافت نامه آماده سفر شوید. ارادتمند جرواسکور. ابروهای پوآرو بالا رفت. نمیدونست جرواسکور کیه، چرا بهش دستور داده، حتی احضارش کرده. اما خیلی زود با نگاهی به کتاب قطور توی کتابخونش فهمید طرف آدم مهمیه. بعدم سراغ دوست مشترکی رفت تا اطلاعات بیشتری درباره آقای جرواسکور به دست بیاره. جرواسکور تو جوانی دور دنیا رو گشته بود. یکی از نیروهای اعزامی به لهستان بود و تو مسابقه اسطوانی دوئل کرده بود. حالا هم ثروت خیلی زیادی داشت. اما ظاهرا نزدیک بود دورانش به سر برسه. پوآرو به دوستش گفت احتمالاً خیلی پیر شده. آره، تازه خیلی ها میگن خلوزه. البته بیرام نمیگن. جرواس دیوونه است. نه که جنون یا توهم داشته باشه، نه. ولی فکر میکنه استثنائیه، چون همیشه بزرگ و اصیل بوده. حالا عجیب غریب شده. دقیقاً. حتما فکر میکنه خیلی آدم مهمیه. دقیقاً. جرواس فکر میکنه دنیا دو بخشه، خانواده‌ش و بقیه مردم. اجدادش هم خودخواه بودن. اما جرواس به عنوان آخرین نفر خاندان گور از همه خودخواه‌تره. از نامش معلوم بود انگار نمیدونه که من هرکول پوآرو چقدر آدم مهمیم. خودم هزار جور مشغله دارم. امکان نداره زندگیمو تعطیل کنم را بیفتم پی فرمایش آقا. دوست پوآرو لباشو جمع کرد تا معلوم نشه خندش گرفته. با خودش فکر کرد پوآرو هم دست کمی از آقای گور نداره. اگه ضروری باشه چی؟ نیست. پوآرو آروم زمزمه کرد. فکر کرده من گماشتشم. یعنی ردش میکنی؟ پوآرو سردرگم بود. نمیدونم چه جوری بگم. میخوام رد کنم ولی کنجکاو شدم. جدی؟ چه جالب. پوآرو فکری بود. خانوادش کیان؟ وندا همسرش زن خوبیه ولی خیلی منگ و پرته. خودشو وقف جرواس کرده. به طالع بینی و سحر و جادو اعتقاد داره. همیشه مهره و سنگ و طلسم به خودش آویزون میکنه. روتم دختر خونده شونه. دختر امروزی و جذابیه. خانوادش همینو. البته خواهرزاده جرواس هوگو ترنت هم هست. فکر کنم بیشتر ثروت جرواس به هوگو میرسه. پسر خوش قیافه‌ایه. اگه اشتباه نکنم پلیسه. لابد آقای جرواس خیلی ناراحتی که پسر نداره. به نظر من این موضوع ضربه عمیقی بهش زده. خیلی رو نام خانوادگی حساسیت داره، درسته؟ خیلی. میگم حالا به نظرت ضروریه بری؟ نه، دلیلی نداره برم. ولی به گمانم باید برم. قطار باید ساعت 7:50 شب به مقصد میرسید. اما 2 دقیقه از 8 گذشته بود که پوآرو از قطار پیاده شد. راننده اتو کشیده‌ای تو راه آهن منتظرش بود. با احترام پوآرو رو به سمت ماشین گرون قیمتی برد و در رو باز کرد تا پوآرو سوار بشه. بعد 10 دقیقه رانندگی و گذر از پیچای تند و کوچه های روستایی، ماشین از دروازه پهنی رد شد که 2 طرفش مجسمه های از سر شیر و عقاب بود. از تو باغی رد شدن و به سمت عمارت رفتن. پیش خدمت به استقبالشون اومد. آقای پوآرو بفرمایید قربان.
وارد تالار اصلی شدن و پیشخدمت در رو باز کرد. آقای هرکول پوآرو! افرادی با لباس شب تو سالن بودن. پوآرو با نگاهی سرسری متوجه شد که کسی انتظار حضورشو نداشته. همه با تعجب بهش نگاه می‌کردن. زن بلند قامتی با موهای خاکستری به سمت پوآرو رفت. پوآرو تعظیم کرد. متاسفم مادام، قطار تأخیر داشت. اختیار دارید آقای. ونداگور هنوز هاج و واج بود. پوآرو آرام و شمرده گفت هرکول پوآرو. پوآرو مطمئن بود میزبانش توی سالن نیست. پرسید مادام، شما میدونستید که من میام؟ بله، یعنی گمون کنم. آخه من خیلی حواس پرتم. همه چیزو بهم میگن اما زود از ذهنم میره. خانم گور دور و برشو نگاه کرد. گمون کنم همه رو میشناسین. دخترم روت بلند قد و سبزه بود، اما برخلاف چهره ساده و گنگ وندا، موهای سیاهشو پشت سرش جمع کرده بود و یک کمی هم آرایش داشت. یکی از دوست داشتنی ترین دخترانی بود که پوآرو دیده بود. ضمناً به نظرش باهوش و مغرورم می اومد. روت گفت میزبان پوآرو بودن واقعا هیجان انگیزه. حتما بابا خواسته غافلگیرمون کنه. شما نمیدونستید من میام اینجا؟ اصلا یادم باشه بعد شام ازتون امضا بگیرم. تو سالن زنگی به صدا در اومد. سرپیش خدمت در رو باز کرد. شام حاضره. سرپیش خدمت با دیدن پوآرو لحظه‌ای مات و مبهوت شد، اما فوراً به خودش مسلط شد. انقدر فوری که فقط کاراگاه کارکشته‌ای مثل پوآرو متوجه تغییر حالتش شد. خانم گور با تردید گفت واقعا عجیبه. روت به پوآرو گفت تعجب مادرم و بقیه از اینه که پدرم هنوز نیومده سر میز شام. تو 20 سال گذشته سابقه نداشته. خانم گور گفت خیلی عجیبه. اصلا طبیعی نیست. مرد میانسالی با شکل و شمایل نظامی اومد کنار خانم گور و خندید. پیرمرد بالاخره تأخیر کرد. حالا نوبت ماست که سر به سرش بذاریم. مسخره بود. یه تأخیر ساده باعث نگرانی شده بود، اما نگرانی پوآرو بیشتر شبیه متعجب بود. هرچی باشه میزبانش هنوز به استقبالش نیامده بود. کسی نمیدونه چی کار باید کرد. بالاخره خانم گور گفت ببینم اسنال، ارباب جمله‌شو ناتمام گذاشت و به اسنل خیره شد. اسنل به شیوه پرسجوی خانم گور عادت داشت. بانوی من، ارباب ساعت 5 به 8 اومدن پایین، بعدم مستقیم رفتن اتاق مطالعه. یعنی به نظرت صدای زنگو شنیده؟ باید شنیده باشن. زنگ دقیقاً پشت در اتاق مطالعه است. میخواین برم صداشون بزنم؟ بله حتما اسنل، ممنون میشم. پوآرو با نگاهی به حاضران متوجه شد که بله، همه آشفته و نگرانن. 2 مرد میان سال بین مهمونا بودن. یکیشون چند دقیقه پیش حرف زده بود و دیگری بلند قد و لاغر با موهای خاکستری بود. بیشتر شبیه وکلا بود. 2 مرد جوانم بودن که خیلی با هم فرق داشتن. یکیشون سیبیل پرپشتی داشت و باد به قبقبش انداخته بود. به نظر هوگو ترنت خواهرزاده آقای گور بود. دیگری ظاهر جذابی داشت ولی انگار از طبقات پایین جامعه بود. زن میان سال ریزنقش و دختری با موهای قرمزم بودن. اسنل برگشت. معلوم بود پشت ظاهر بی احساسش دلشوره و پریشانی موج میزنه. بانوی من، در اتاق مطالعه قفله. جوان جذاب گفت قفله؟ میشه برم یه نگاهی بندازم؟ پوآرو در کمال خونسردی زمام امور رو به دست گرفت. بریم اتاق مطالعه. پوآرو پشت سر اسنل راه افتاد و بقیه‌ام پشت سر پوآرو. از پله‌های مارپیچ درازی گذشتن و به راهروی باریکی رسیدن. اتاق مطالعه انتهای راهرو بود. پوآرو جلو رفت. دستگیره در رو امتحان کرد. دستگیره چرخید.
ولی در باز نشد. پوآرو آرام به در زد. بعد ضربه های شدید و شدیدتر زد. پوآرو رو زانوهاش نشست و از سوراخ کلید داخل اتاق نگاه کرد. آروم بلند شد و نگاهی به اطراف کرد. آقایان، هرچه سریعتر باید در رو بشکنیم. دو مرد جوان چند باری به در حمله کردند. شکستنش کار ساده‌ای نبود، اما بالاخره قفل شکست و در با قرچ قروچ به سمت داخل باز شد. چراغا روشن بود. میز تحریر بزرگی کنار دیوار سمت چپ بود. هیکل خمیده مرد درشتندامی روی صندلی دیده میشد. دست راستش شلوول تا نزدیک زمین آویزون شده بود. پایین همون دست هفتیر کوچکی برق میزد. آقای جرواسکور خودکشی کرده بود. هوگو با هیجان گفت: وای خدا، خودکشی کرده. خانم گور با صدای لرزانی فریاد زد: جرواس! پوآرو خیلی جدی گفت: لطفاً خانم گور رو ببرید بیرون. کاری از دستشون ساخته نیست. مرد میانسال نظامی به طرف خانم گور رفت. فندا جان، بیا بریم، دیگه همه چی تموم شد. روت، بیا مواظب مادرت باش. روت به زور وارد اتاق شد و با صدای مرموز و خفه‌ای از پوآرو پرسید: شما مطمئنید؟ مرده؟ پوآرو نگاش کرد. توی چهره دختر غم نبود، بیشتر هیجان و ترس بود. زن ریزنقش میانسالی به روت گفت: عزیزم، مادرت الان باید هوای مادرتو داشته باشی. دختر مو قرمز فریاد زد: پس صدای گلوله بود. شایدم نه، در نوشابه و ماشین این چیزا. پوآرو گفت: باید پلیس خبر کنیم. روت داد زد: نه. وکیل میانسال گفت: متاسفانه مجبوریم. باروز، هوگو، یکیتون پلیس خبر کنید. پوآرو به مرد بلندقد سیبیلو گفت: شما هوگو ترنت هستید هم؟ لطفاً بمانید. پوآرو و هوگو تو اتاق مطالعه موندن. وکیل بقیه رو بیرون برد. هوگو به پوآرو زل زده بود: شما کی هستین؟ من اصلا نمیشناسمتون. اینجا چی کار میکنین؟ پوآرو کارت شناساییشو به هوگو نشون داد. کارآگاه خصوصی. اسمتون رو شنیدم، ولی هنوز نمیدونم چی کار دارین. نمیدونستید داییتون برای من پیغام فرستاده؟ هوگو آروم سر تکون داد. نه، اصلا خبر نداشتم. حس عجیبی تو صداش بود. نمیشد ازش سر در آورد. شاید چهره خشک و بیروحش نقابی برای پوشوندن فشار روحیش بود. پوآرو آروم گفت: رئیس پلیس منطقه سردگرد ریدل، درسته؟ بله، 1 کیلومتری همینجا زندگی میکنه. پس نزدیکه. پوآرو پرده جلوی پنجره رو کنار زد و پنجره ها رو امتحان کرد. همه بسته بودن. آینه گردی به دیوار پشت میز تحریر آویزون بود و خورد شده بود. پوآرو خم شد و چیزی از روی زمین برداشت. هوگو پرسید: چیه؟ گلوله. یعنی از سرش رد شده خورده به آینه؟ ظاهراً. پوآرو گلوله رو همون جایی که پیدا کرده بود گذاشت. اومد جلوی میز تحریر. یه دسته کاغذ بسته‌بندی شده روی میز بود. روی کاغذ دیگه‌ای با دستخط بد و لرزانی نوشته شده بود: متاسفم. هوگو گفت: حتما قبل خودکشی نوشته. پوآرو سری تکون داد، نگاهی به آینه خرد شده کرد و نگاهی به جنازه. سردرگم گرهی به ابروش انداخت. به سمت در رفت. در یه وری آویزون بود و قفلش از جا در اومده بود. همونطور که فکر میکرد کلیدی روی در نبود. کف اتاق هم نیفتاده بود. پوآرو به طرف جنازه رفت و انگشتاشو روش کشید. اینجاست. کلید داخل جیبشه. هوگو سیگاری روشن کرد و با صدای خشداری گفت: ظاهراً همه چی روشنه. دایی در و پنجره رو بسته، نامه نوشته و بعدم خودشو کشته. فقط نمیفهمم چرا دنبال شما فرستاده. جریان چیه؟ توضیحش خیلی سخته.
به نظرم بهتره تا سرگرد میاد شما به من بگید کسانی رو که تو خونه دیدم کی هستن؟ باشه حتما. وندا بر روتو که احتمالاً میشناسین. سوزان کاردول مدت کوتاهی اومده پیش ما. سرهنگبری از دوستای خانوادگی مونه. آقای فوربس هم که وکیل خانواده است. باروز منشی دایمه. خانم لینگارد هم کارش گردآوری مطالب تاریخی برای نویسنده هاست. برای نوشتن تاریخ زندگی گورا اومده. میخواد به تاریخ کمک کنه. پوارو سری تکون داد. تا جایی که فهمیدم همتون صدای گلوله رو شنیدید، درسته؟ بله، منتها فکر کردیم صدای در نوشابه است. سوزان و لینگارد میگفتن صدا از بیرونه. آخه پشت خونه یه جاده هست. چه ساعتی بود؟ حدود 8 تا 10 دقیقه. اسنل تازه زنگ اولو زده بود. شما اون موقع کجا بودید؟ تو سالن. بحث میکردیم که صدا از کجا اومده. من گفتم از سالن غذاخوری بوده. سوزان میگو از سمت سالن پذیراییه. لینگارد میگو از بالا. اسنل هم میگو از جاده است. سوزان گفت دیگه کسی نظری نداره. من به شوقی گفتم البته امکان قتل همیشه هست. الان که فکر میکنم میبینم نظر وحشتناکی دادم. هیچکی احتمال نداد که آقای گور خودکشی کرده؟ نه اصلا. شما نمیدونید چرا خودشو کشته؟ خب نمیدونم. یعنی باید بگم یا نه؟ پس چیزایی میدونید هم؟ بله، توضیحش سخته. انتظار نداشتم خودشو بکشه، اما زیادم تعجب نکردم. دایم راستش یه کمی خول شده بود. همه میدونستن. به نظرتون دلیل قانع کننده ای؟ کسی که خودکشی میکنه عقلشو از دست داده دیگه. چه توضیح ساده ای؟ هوگو زل زده بود به پوارو. پوارو دوباره بلند شد و بی هدف تو اتاق قدم زد. تعدادی مجسمه برنزی روی تاقچه بود. پوارو از روی یکیشون چیزی با ناخن جدا کرد. هوگو پرسید چیه؟ مهم نیست. یه تیکه از نقره آینه است. جالبه که گلوله اینجوری آینه رو خورد کرده. آینه شکسته. میبینی؟ عجب بدیوم نه. بیچاره دایی. بختش زیادی بلند بوده. داییتون آدم خوششانسی بود؟ دست به خاکستر میزد جان شما طلا میشد. رو هر چی سرمایه گذاری میکرد جواب میداد. بارها و بارها تو سختی ها شانس برده بود. خیلی وقتا حتی با معجزه از خطر جون سالم به در برده بود. راستش پیرمرد سالمی بود. بیشتر از بقیه هم نسلاش دنیا رو گشته بود. پوارو صمیمانه پرسید داییتونو دوست داشتید؟ هوگو کمی جا خورد. البته بعضی وقتا خیلی یه دنده بود. سخت میشد باش کنار بیای. خوشبختانه من زیاد باش سر و کار نداشتم. داییتون شما رو دوست داشت؟ نه زیاد. گمونم دلخور بود که من اینجا. چرا؟ پسر نداشت و این مسئله خیلی اذیتش میکرد. عاشق خانواده‌اش بود و البته هرچی که به خانواده‌اش مربوط باشه. همین موضوع باعث شده بود فکر کنه با مرگش نسلش منقرض میشه. راستش خیلی ناراحت بود. شما از این بابت ناراحت نبودید؟ به نظر من دوره این حرفا تموم شده. مال و اموالش چی میشه؟ نمیدونم. شاید به من برسه، شاید امروت. به هر حال احتمالاً وندا تا آخر عمرش اختیارشونو داره. داییتون نگفته بود چه نقشه‌ای برای مال و اموالش داره؟ چرا؟ یه نقشه مورد علاقه داشت. دلش میخواست من و روت با هم ازدواج کنیم. خب خیلی به نفع شما بوده. بله خیلی، اما روت راضی نبود. عجله‌ای هم نداره که ازدواج کنه. خودتون چی؟ دلتون میخواست با روت ازدواج کنی؟ طلاق انقدر راحت شده که فرقی نداره آدم با کی ازدواج کنه. آقای فوربس همراه سرگرد ریدل و پزشک اداره پلیس وارد اتاق شد. 20 دقیقه از حادثه اخیر گذشته بود. معاینه پزشک تموم شد. بین نیم ساعت تا 1 ساعته که مرده. تیر به سرش خورده.
هفتیر تو فاصله کمی از شقیقه راستش بوده. گلوله از سمت راست وارد مغز شده و ازش خارج شده. آقای فوربس گفت پس با خودکشی جور در میاد. کاملا. بدنش رو صندلی سر خورده و هفتیر از دستش افتاده. گلوله دست توه؟ بله، خوبه. نگرش دار که با هفتیر تطبیقش بدیم. مورد دیگه ای نیست. پوارو پرسید دکتر مطمئنید مشکلی وجود نداره؟ حدس میزنم چی براتون عجیبه. وقتی به خودش شلیک کرده باید کمی به راست هم شده باشه و گلوله باید به دیوار زیر آینه میخورد، نه وسط آینه. بله، موقعیتش برای خودکشی مناسب نیست. آدمو که قصد خودکشی داشته باشه. سرگرد ریدل حرف دکتر رو قطع کرد. میشه جنازه رو منتقل کرد؟ دکتر گفت بله، تا کالبد شکافی کاری باش ندارم. جنازه رو بیرون بردن. پزشکم رفت. فقط سرگرد ریدل و پوارو تو اتاق بودن. سرگرد گفت همه چی به نظر واضحه. در پنجره ها قفل بوده. کلیدم تو جیب مقتول بوده. فقط یه چیز عادی نیست. چی؟ خود شما اینجا چی کار میکنید؟ پوارو در حین جواب نامه‌ای که از جرواز به دستش رسیده بود و به ریدل نشون داد. ابروهای ریدل با خوندن نامه بالا رفت. عجب، باید تحتوی ماجرا رو در بیاریم. به نظرم ارتباط مستقیمی با خودکشیش داره. موافقم. باید بازجویی رو شروع کنیم. من اسامی آدم‌های مهمانی رو بهتون میگم. بازجویی مختصری هم از آقای ترنت کردم. پوارو اسم تک تک افراد خونه رو به ریدل گفت و بعد پرسید چیزی ازشون میدونید؟ بله، خانم گور از لحاظ خلوزی دست کمی از جرواس نداره. خیلی همو دوست داشتن. زن منگترین موجودیه که تو عمرم دیدم. اما همیشه با روش‌های عجیبی به هدفش میرسه. مردم بهش میخندن. خودشم میدونه اما خب براش مهم نیست. ممزل روتم دختر خونده شونه، درسته؟ بله. بقیه رو هم میشناسید؟ سرهنگ بری رو خیلی خوب میشناسم. معمولا اینجاست. انگار آجان مخصوص خانم گوره. آقای فوربس چی؟ یه بار دیدمش. خانم لینگارد چی؟ نمیشناسم. خانم کاردول؟ همون دختره که موهاش قرمزه، تازگیا با روتگور دیدمش. آقای باروزو چی؟ منشی گوره، ازش خوشم نمیاد. چند وقت برای آقای گور کار میکنه؟ گمونم 2 سالی میشه. مرد بلند قدی با موهای بور وارد شد. مرد نفس میزد و مضطرب بود. شب بخیر سرگرد. بهم خبر دادن که آقای گور خودکشی کرده. این درسته؟ بله. ریدل رو کرد به پوارو. ایشون سربان لیک کارگزار امور ملکی آقای گور هستن. بعد برگشت سمت لیک. ایشون هم مسیو پوارو. حتما اسمشونو شنیدی. هرکول پوارو، خیلی خوشحالم میبینمتون. ولی حرفشو قطع کرد و لبخند از روی لبش محو شد. چیز مشکوکی درباره خودکشی آقای گور هست. سرگرد گفت چرا فکر میکنی ممکنه چیز مشکوکی باشه؟ خب چون آقای پوارو اینجان، بعدم خودکشی آقای گور واقعا برام غیر منتظره بود. پوارو گفت من به خاطر مرگ ایشون نیومدم، مهمانشون بودم. آها، چه جالب. آخه امروز که صاحبا رو وارسی میکردیم نگفتن شما قراره بیاین. ظاهراً خیلی از خودکشیشون تعجب کردی، درسته؟ بله، خیلی. آقای گور عقل درست حسابی نداشت. همه میدونستن. اما موندم چجوری قبول کرده. دنیا بدون خودشم ادامه پیدا میکنه. دقیقاً نکته همینه. سرگرد ریدل گفت آخرین بار کی آقای گور رو دیدی؟ امروز حدود 3 بعد از ظهر. چه مدت؟ حدود نیم ساعت. رفتارش غیر عادی نبود؟ نه زیاد، انگار کمی هیجان زده بود ولی غیر عادی نبود. افسرده نبود؟ اصلاً. مخصوصاً اواخر که تاریخچه خانوادگیشو مینوشت خیلی سر حال بود. چند وقت بود مینوشت؟ حدوداً 6 ماه. خانم لینگارد هم همون موقع اومد؟ نه، ایشون 2 ماه پیش اومد، چون آقای گور متوجه شد تنهایی از پس تحقیقات بر نمیاد. پس به نظر تو سر حال بود ها؟ خیلی. چون فکر نمی‌کرد تو دنیا چیزی اندازه خانواده و اجدادش مهم باشه. پوارو
دقت کرد. طعنه تلخی تو حرفای آقای لیک بود. نگران چیزی نبود؟ نه. پوارو گفت نگران دخترش چی؟ دخترش؟ درست شنیدید. تا جایی که من میدونم نه. ریدل گفت ممنون لیک. لطفاً جای دوری نرو، ممکنه کارت داشته باشم. حتما امر دیگه نیست قربان. لطف کن پیش خدمتو بفرست اینجا. لیک سر تکون داد و با قدمای محکم و قاطعی رفت. پوارو گفت شخصیت جذابی داره. آره پسر خوبیه، کارش هم بلده، همه دوستش دارن. سرگرد ریدل با لحن دوستانه‌ای گفت بشین اسنل. میدونم که شوک شدیدی بهت وارد شده، اما چند تا سوال ازت دارم. اسنل با احتیاط نشست. خیلی وقت اینجایی درسته؟ 16 سال قربان، از وقتی ارباب ازدواج کرد. درسته. آقای گور قبلا خیلی سفر میرفت نه؟ خیلی آقا. ارباب برای مأموریت میرفت لهستان و خیلی جای قشنگ دیگه. خب اسنال، امشب آخرین بار کی آقای گور رو دیدی؟ تو سالن غذاخوری قربان. میز شامو چیدم، در سالن باز بود. دیدم ارباب از پله اومدن پایین، رفتن سمت اتاق مطالعه. ساعت چند؟ هنوز 8 نشده بود، شاید 5 دقیقه به 8. دیگه ندیدیش؟ نه قربان. صدای شلیکو شنیدی؟ بله قربان، اما نفهمیدم صدای چیه. خب چه میدونستم؟ فکر کردی صدای چیه؟ فکر کردم صدای ماشینه یا صدای شکارچه جنگل. اصلا گمون نمی کردم. سرگرد ریدل حرفشو قطع کرد. ساعت چند بود؟ دقیقاً 8 و 8 دقیقه. چجوری اینقدر دقیق یادته؟ تازه زنگ اول زده بودم قربان. زنگ اول؟ بله قربان. ارباب دستور داده بودن دقیقاً 7 دقیقه قبل از زنگ اصلی شام یه بار زنگ بزنم. خیلی روی این موضوع حساس بودن. همه باید قبل زنگ اصلی جمع می شدن تو غذاخوری. پوارو گفت پس برای همین امشب موقع شام انقدر تعجب کردی؟ آقای گور همیشه سر ساعت تو غذاخوری بود؟ بله آقا. گفتم حتما تو غذاخوری هن. وقتی دیدم نیستن گمون کردم. سرگرد ریدل حرفشو قطع کرد. همه تو غذاخوری بودن؟ بله آقا. هر کی واسه شام دیر میکرد دیگه حق نداشت بیاد. حتی خانواده خودش. بانو و دوشیزه روت همیشه حواسشون جمع بود قربان. که اینطور. پس شام ساعت 8:15 سرو شده. تو هم ساعت 8 و 8 دقیقه زنگ اول رو زدی. درسته؟ بله قربان. روال هر شب همینه؟ ساعتش فرق داره. هر شب ساعت 8 شام سرو میشه. اما ارباب دستور دادن امشب 1 ربع دیرتر سرو بشه. چون قطار مهمونشون تأخیر داشت. اسنل به پوارو نگاه کرد. ریدل گفت آقای گور تنها رفت به اتاق مطالعه؟ بله قربان. نگران یا ناراحت نبود؟ چهرهشون رو نمیدیدم قربان، خیلی دور بودن. بعد ایشون کسی نرفت تو اتاق؟ نمیتونم قربان. بعد اینکه اربابو دیدم رفتم آبدارخونه. تا 8 تا 8 دقیقه همونجا بودم. صدای ژلیک همونجا شنیدی ها؟ بله قربان. پوارو گفت گمانم بقیه‌ام صدای شلیکو شنیدن، درسته؟ بله آقا. آقای ترنت، خانم کاردول و خانم لینگارد تو سالن بودن. خانم لینگارد از پذیرایی رفت. خانم کاردول و آقای ترنت هم از پله ها میمدن پایین. کسی درباره صدا چیزی نگفت. آقای هوگو گفتن نوشابم داریم یا نه. گفتم همه چی با شام سرو میشه. فکر کرد صدای در نوشابه بوده؟ بله قربان. هیچ کس موضوع رو جدی نگرفت؟ نه قربان. با بگو بخند رفتن تو پذیرایی. بقیه کجا بودن؟ نمیدونم قربان. سرگرد ریدل گفت این هفتی رو میشناسی؟ بله قربان. مال اربابه. همیشه تو کشوی میزشون میذاشتن. معمولاً پر بود ها؟ نمیدونم قربان. خوب حواستو جمع کن اسنال. به نظرت چیزی بود که آقای گور رو مجبور به خودکشی کنه؟ نه قربان. هیچی به ذهنم نمیرسه. رفتارش عجیب نشده بود؟ افسرده و نگران نبود؟ ببخشید قربان. ارباب همیشه از نظر بقیه عجیب غریب بودن. نظر تو چیه؟ ارباب آدم اصیلی بودن.
البته غریبه ها هیچ وقت روحیات ارباب رو درک نمی کردن. خیلی خب، پس چیزی به نظرت غیر عادی نبود ها؟ پیش خدمت مردد شد. قربان، گمونم ارباب نگران بودن. نگران و افسرده ها؟ نه، افسرده نه، نگران. چرا نگران بود؟ نمیدونم آقا. مثلا نگران کسی بود؟ نمیدونم. پوارو گفت از خودکشیش تعجب کردی؟ خیلی قربان، هیچ وقت فکر نمی کردم همچین کاری بکنی. ریدل گفت خب حرف دیگه ای نیست. ببینم تازگی ها اتفاق عجیبی نیفتاده. اسنل بلند شد. نه قربان، هیچی. اسنل رفت و خانم گر اومد. خانم گر لباسی ارغوانی تنش بود با یه نوار ابریشمی نارنجی دور کمرش. چهرش آروم بود. سرگرد ریدل به احترام خانم گر بلند شد. اگه اتاق اذیتتون میکنه بریم یه جای دیگه. نه، چه فرقی میکنه؟ خوشحالم که به احساساتتون غلبه میکنید. میدونم که غیر منتظره بود. خانم گر حرف ریدل رو قطع کرد. واقعا غیر منتظره بود، اما مرگ فقط یه دگرگونیه. جرواس همینجاست، پشت سر شما. من میبینمش. سرگرد ریدل نگاهی به پشت سرش انداخت و با تردید به خانم گر خیره شد. خانم گر لبخند زد. البته شما قبول ندارین، مثل خیلیای دیگه، ولی به نظرم دنیای ارواح عین همین دنیای واقعیه. خانم گر گیج و منگ سرشو به طرف آینه تکون داد. ببینین، خرد شدنش نشونه است. جوان بودم که شعر زیبایی خوندم، اما هیچ وقت متوجه مفهوم عمیقش نشده بودم. آینه شکست و اندوه و نفرین بر من فرود آمد. همین بلا سر جرواس اومد. خانواده‌های خیلی قدیمی همیشه نفرین پشت سرشونه. آینه شکست. خدایا، جرواس از سرنوشت شومش آگاه بود. خانم عزیز، آینه با گلوله شکسته، نه نفرین. سرنوشت. شوهر شما خودکشی کرده. نباید میکرد. جرواس همیشه عجول بود، طاقت نداشت. اجلش رسیده، جرواس هم به استقبالش رفته. سرگرد ریدل با عصبانیت گلوشو صاف کرد. شما اصلا تعجب نکردین که شوهرتون خودکشی کرده؟ انتظارشو داشتین؟ چشمای خانم گر گرد شد. ابداً. هیچ کس سرنوشتشو پیش بینی نمیکنه. البته جرواس مرد عجیبی بود. شبیه هیچ کس نبود. خیلی براش سخت بود خودشو با معیارهای زندگی احمقانه امروز وفق بده. خانم گر دوباره به پشت سر سرگرد ریدل خیره شد. لبخند میزنه. فکر میکنه ما چقدر احمقیم. واقعا هم هستیم. زندگی رو خیلی جدی گرفتیم. سرگرد ریدل عصبی شده بود. با ناامیدی پرسید دلیلی ندارید که چرا شوهرتون خودکشی کرده؟ نیروها ما رو با خودشون میبرن. شما این چیزا رو نمیفهمین. فقط مادیات رو میشناسین. پوارو سرفه‌ای کرد. گفتید مادیات؟ خبر دارید شوهرتون چه وصیتی برای مال و اموالش کرده؟ خانم گر با لحنی تحقیرآمیز گفت پول؟ یه لحظه هم بهش فکر نمی کنم. امشب کی برای شام اومدید پایین؟ زمان لایتناهی آقا. مادام، شوهر شما خیلی به زمان حساس بودن، مخصوصا زمان شام. زن لبخند زد. جرواس نازنین. کارش احمقانه بود ولی بهش آرامش میداد. ما هم هیچ وقت دیر نمی کردیم. زمانی که زنگ اولو زدن شما تو سالن پذیرایی بودین؟ نه، تو اتاق خودم بودم. یادتونه وقتی اومدین پایین کیا تو سالن بودن؟ تقریبا همه. چه اهمیتی داره؟ شاید اهمیتی نداشته باشه. شوهرتون بهتون نگفت که حس میکنه چیزی ازش دزدیدن؟ دزدی؟ نه، گمون نکنم. دزدی، کلاهبرداری، گوشبری؟ نه، گمون نکنم. کسی جرئت نمیکرد همچین کاری کنه. خانم گر با بیمیلی سرشو تکون داد. چیزی نگفته وگرنه یادم میامد. آخرین بار کی دیدینش؟ قبل اینکه برای شام بره پایین نگاهی به اتاقم کرد، گفت میره پایین. اواخر بیشتر چه حرفایی میزد؟ نوشتن تاریخچه خانوادگی. خیلی از کار خانم لینگارد راضی بود. میگفت زن دقیقی، کارشو بلده.
سرگرد ریدل از خانم گور تشکر کرد. خانم گور شب بخیر گفت و بلند شد. برای آخرین بار به پشت سر سرگرد خیره شد و دوباره گفت شب بخیر جیرواس عزیزم. کاش میشد با هم بیایی ولی فعلا باید همینجا بمون. خانم گور آهسته از اتاق رفت. سرگرد عرق پیشونیشو پاک کرد. وای روانی تر از چیزیه که فکر میکردم. واقعا به همچی مزخرفاتی اعتقاد داره؟ پوارو سر تکون داد. شاید واسه حال الانش خوب باشه. کمک میکنه از واقعیت فرار کنه. پاک دیوونه شده. نه دیوانه نیست. لابلای حرفاش چیزهای خوبی گفت. پوارو بلند شد و تو اتاق قدم زد. این قضیه اذیتم میکنه. خیلی اذیتم میکنه. سرگرد کنجکاوانه بهش نگاه کرد. منظورتون خودکشیه؟ خودکشی؟ از بیخ و بن غلطه. از نظر روانشناسی هم جور در نمیاد. جیرواسگور تصور میکرده مرکز ثقل دنیاست. همچین آدمی چطور ممکنه خودش رو نابود کنه؟ اگرم کسی پا رو دمش گذاشته باشه قاعدتاً باید اونو بکشه نه خودش رو. قبول، ولی شواهد میگه خودش رو کشته. در و پنجره اتاق قفل، کلید توی جیب، نامه. پوارو رو صندلی جرواس نشست. فرض کنید من جیرواسگورم. پشت میزم نشستم. بنا به دلیلی میخوام خودم رو بکشم. خب روی تکه کاغذی مینویسم متاسفم. بعد کشوی میزم رو باز میکنم. هفتیرم رو بر میدارم و شلیک میکنم. ها؟ مگه نه؟ دلیلی داره قبل از شلیک صندلیمو بچرخونم؟ عکسیم روی دیوار نیست که بگم خواسته آخرین تصویری باشه که میبینه. شاید خواسته از پنجره بیرون رو نگاه کنه. ساعت 8:08 هوا تاریک، پرده ها آویزون. نه منطقی نداره. پس دیوونه بوده. بارو با نارضایتی سر تکون داد. سرگرد ریدل بلند شد. بریم با بقیه حرف بزنیم. شاید یه چیزی دستگیرمون بشه. ریدل انقدر برای شنیدن یه جمله درست از خانم گور دردسر کشیده بود که حرف زدن با آقای فوربس براش آرامش بخش بود. آقای فوربس هم مثل بقیه فکر نمی کرد جرواس روزی خودکشی کنه. دلیلی هم برای خودکشیش نداشت. آقای گور هم موکلم بود هم دوست قدیمیم. همیشه زندگی رو دوست داشت. اضطراب یا آقامی نداشت؟ نه، مثل همه آدما دغدغه هایی داشت، ولی چیزی نبود که به خاطرش خودکشی کنه. بیمار نبود؟ با همسرش مشکل نداشت؟ نه، هیچ کدوم. جرواس و همسرش عاشق هم بودن. همسرش آدم عجیبیه. فوربس لبخند زد. خانوما رو که میشناسین، هر جور شده باید تخیلاتشون رو بروز بدن. همه کارای حقوقی به عهده شما بود؟ بله، مؤسسه ما از 100 سال پیش کارای حقوقی خانواده گور رو انجام میداد. تا حالا رسوایی مالی نداشتن؟ متوجه منظورتون نمیشم. سرگرد ریدل از پوارو خواست نامه ای رو که جرواس براش نوشته به آقای فوربس نشون بده. آقای فوربس نامه رو خوند. عجب، نامه قابل تأملیه. چیزی به ذهنم نمیرسه که نامه رو توجیه کنه. آقای گور چیزی درباره نامه بهتون نگفته بود؟ اصلاً عجیبه که نگفته. باهاتون درد و دل میکرد؟ نظرم براش مهم بود. نمیدونید نامه به چی اشاره کرده؟ نمیخوام عجولانه قضاوت کنم. خیلی خوب. آقای گور برای مال و اموالش وصیت کرده؟ بله. سالی 6,000 پوند برای همسرش در نظر گرفته و علاوه خونه و خب منقولات دیگه هم هست. ما بقیه ارثی هم به دختر خوندش روت میرسه، به شرط اینکه وقتی ازدواج کرد همسرش اسمشو بذاره گور. خواهر زادش چی؟ 5,000 پوندم برای ایشون در نظر گرفته. وصیت‌نامه کی تنظیم شده؟ حدود 2 سال پیش. پوارو گفت به نظرتون در حق آقای هوگو ترند اچاف نشده؟ نزدیکترین نسبت خونی رو با ایشون داشتن. بالاخره تاریخ چم مهمه. خب
معلوم بود که آقای فوربس دلش نمیخواد بحث و ادامه بگه. سرگار ریدل گفت آقای فوربس، ما دنبال حرفای خال زنکی و اینجور چیزا نیستیم ولی باید یه توجیهی واسه نامه آقای گور به مسیو پوارو پیدا کنیم. مطمئن باشین هوگو ترنت ربطی به نامه نداره. جرواز همیشه رئیس خانواده بود. یه برادر و خواهر کوچیکتر از خودش داشت. برادرش تو جنگ کشته شد. خواهرش هم ازدواج کرد. جرواز آقای ترنتو در حد خواهرش نمیدونست راستش. برای همین با ازدواجشون موافق نبود. خواهرش هم اهمیت نداد. واسه همین جرواز از خواهرزادش دوری میکرد. به نظرم همین باعث شد فرزند خونده بیاره. چون امیدی به بچه دار شدن نداشت ها؟ نه، بعد اینکه بچهشون مرده دنیا اومد دکترها گفتن وندا دیگه نمیتونه بچه دار بشه. 2 سال بعد روتو به فرزندی قبول کردن. چی شد که ایشونو انتخاب کردن؟ گمونم از بستگان دورشون بود. حدس میزدم. پوارو به دیواری که عکسای خانوادگی بهش آویزون بود خیره شد. مشخص دختره از همین خاندانه. آقای فوربس با لحن خشکی گفت خلق و خوشونم به ارث برده. رابطش با پدرش چطور بود؟ خیلی خوب بود. با اینکه اختلاف نظر داشتن ولی با هم واقعا خوب بودن. آقای گور وصیت‌نامه رو تغییر ندادن؟ آقای فوربس هول شد و سرفه‌ای کرد. راستش 2 روز پیش ازم خواست وصیت‌نامه جدیدی تنظیم کنن. سرگار ریدل گفت خب چرا تا الان نگفتید؟ شما محتوای وصیت‌نامه رو نپرسیدین. در ضمن وصیت‌نامه جدید هنوز تنظیم نشده بود. چه تغییراتی مد نظر آقای گور بود؟ همه چی مثل وصیت‌نامه قبلی بود. فقط رود اگه با هوگو ازدواج نمی‌کرد از ارث محروم میشد. پوارو گفت تفاوت مهمیه. من موافق نبودم. به جرواس هم گفتم ممکنه از نظر قانونی نشه اجراش کرد. ولی جرواس سر حرفش موند. اگه دوشیز روت یا آقای ترنت قبول نمی‌کردن چی؟ اگه هوگو مخالف بود روت سهمشو میگیره. اما اگه روت مخالف بود هوگو هم ارث خودشو میگرفت هم مال روتو. سرگرد گفت چه معامله عجیب غریبی. پوارو گفت هدفش از چنین شرطی چی بود؟ گمان میکنم پای مرد دیگه‌ای وسط بوده. مردی که مورد تایید آقای گور نبوده. فوربس گفت اطلاع ندارم. شاید بشه حدس بزنید. آقای فوربس با بیزاری عینکشو از چشمش برداشت. من هیچ وقت حدس نمیزنم. سوال دیگه هست؟ تا جایی که به من مربوط میشه؟ نه. سرگرد ریدل گفت ممنونم آقای فوربس. لطف کنید دوشیزه گور رو بفرستید داخل. گمونم پیش خانم گوره. خب پس بهتره اول با آقای باروز و خانم لینگارد صحبت کنی. هر دو تو کتابخونه‌ان. خبرشو میکنم قربان. آقای باروز اومد. حس خوبی داشت که به درد میخورد. لبخند میزد. در خدمتم. هر سوالی هست بفرمایید. نظرتون درباره خودکشی آقای گور چیه؟ بزرگترین شوک زندگیم بود. خیلی جا خوردم. صدای شلیکو شنیدید؟ نه. تو کتابخونه بودم. خیلی دور از اینجا. پوارو پرسید کسی همراهتون بود؟ نه. میدونید بقیه اون موقع کجا بودند؟ فکر کنم بالا بودن. لباس عوض میکردن بیان سر میز شام. شما کی اومدید؟ کمی قبل از رسیدن شما. همه بودن البته به جز آقای گور. تعجب نکردید؟ چرا؟ خیلی. ایشون همیشه قبل از زنگ اول تو غذاخوری بودن. سرگرد گفت آقای گور اواخر تغییر نکرده بود. مثلا نگران یا افسرده نبود؟ نه گمون نکنم. فقط کمی حواس پرت بود. پس نگران موضوع یا شخص خاصی نبود؟ نه. دغدغه مالی نداشت؟ باروز کمی فکر کرد. نه فقط زیاد دل خوشی از شراکت با سرهنگبری نداشت. تو شرکت لاستیک سازی با هم شریک بودن اما سرهنگبری تجارت بلد نبود. آقای گورم نگران همین بود. چی میگفت؟ میگفت بری یا خیلی احمقه یا شالاتانه. من که میگم احمقه. ولی به خاطر وندا باید باش کنار بیام. پوارو پرسید چرا وندا؟ سرهنگبری از دوستای قدیمی ایشونه. خانمم همیشه سفارششو به آقا میکرد. آقای گور حسادت نمیکرد؟ بارو زد زیر خنده. حسادت؟
اصلا وقت همچی کاری نداشت. تصورش هم نمی‌کرد زنش کسی رو بهش ترجیح بده. محال بود. پوارو آروم گفت گمونم از آقای گور زیاد خوشتون نمی اومد، درسته؟ نه، دوستش داشتم. آدم توانمندی بود. زندگی مرفهی برای خودش فراهم کرده بود، ولی خب تفکراتش پوسیده بود. اگه خودپرستی رو کنار میذاش بهتر زندگی میکرد. دخترش با شما موافق بود؟ به نظرم دوشیزه گور کاملا به روز فکر میکنه. من اگه جای آقای گور بودم باهاش بحث نمیکردم. یکی از اصول امروزی‌ها اینه که با پدر مادرشون جر و بحث کنن. باروز شونه بالا انداخت. سرگور ریدل گفت آقای گور عقیده نداشت که در حقش اجحاف شده؟ باروز شگفت زده گفت اجحاف؟ اصلاً رابطش با شما خوب بود؟ بله خیلی. خبر داشتید آقای گور به موسیو پوارو نامه نوشته و خواسته بیان اینجا؟ نه. آقای گور معمولاً خودش نامه هاشو می نوشت؟ نه، اغلب می گفتن من می نوشتم. به نظرتون چرا این یکی رو خودش نوشته؟ نمیدونم. عجیبه. آخرین بار که ایشونو دیدید؟ قبل اینکه برم واسه شام لباس عوض کنم چند تا نامه بردم امضا کنن. رفتارش چطور بود؟ طبیعی، مثل همیشه. انگار بابت چیزی از خودش راضی بود. پوارو گفت یعنی حس کردید از چیزی خوشحاله؟ چند دقیقه بعدم خودکشی میکنه. خیلی عجیبه. برداشت شخصیم بود. بله، با ارزش هم است. با این اوصاف شما یکی از آخرین کسایی هستید که آقای گور رو زنده دیده. آخرین نفر اسنل قربان. بله، اما با آقای گور حرف نزده. سرگور ریدل گفت چه ساعتی رفتید لباس عوض کنید؟ حدود 7 و 5 دقیقه. آقای گور چیکار میکرد؟ تو اتاق مطالعه ازشون جدا شدم. چقدر طول میکشید لباس عوض کنه؟ اغلب 3 ربع کامل. یعنی اگه قرار بود شام و ساعت 8 و ربع سرو بکنید، ایشون باید حد اکثر تا ساعت 7 و نیم میرفت بالا. بله، احتمالاً. خودتونم زودتر رفتید بالا؟ بله، گفتم زودتر لباسمو عوض کنم و برم کتابخونه. دنبال کتابایی که میخوام بگردم. ممنون. لطفاً خانم لینگاردو بفرستید داخل. خانم لینگارد با جیرینگ زنجیرای گردن و گوشواره‌های گوشش وارد شد. نشست و با کنجکاوی به سرگور ریدل و پوارو نگاه کرد. سرگور ریدل گفت اتفاق ناراحت کننده ای بود. بله، خیلی غم انگیز بود. شما از کی اومدید تو این خونه؟ حدود 2 ماه پیش آقای گور نامه‌ای به دوستشون تو موزه نوشتن. ایشونم منو پیشنهاد کردن. من تجربه تحقیقات تاریخی دارم. کار کردن با آقای گور سخت بود؟ نه زیاد. یکم باید با به میلشون حرف میزدی، اما من همیشه خودم رو با همچین آدمایی وفق میدم. تو نوشتن کتاب کمکشون میکردید؟ بله. چه کمکی؟ دنبال اطلاعات میگشتم، یادداشت میکردم، مرتب میکردم، بعد با چیزایی که آقای گور نوشته بودن تطبیق میدادم و بازنویسی میکردم. پوارو گفت پس مهارت زیادی تو کارتون دارید. مهارت و قاطعیت هر دوش لازمه. آقای گور از قاطعیتتون دلخور نمیشدند؟ اصلاً. ضمناً بهشون گوشزد کرده بودم نباید وارد جزئیات شن. کار سختی نبود. اگر رگ خوابشو پیدا میکردی خیلی هم خوش اخلاق بود. که اینطور؟ چیزی میدونید که قضیه رو کمی روشن بکنه؟ متاسفانه نه. هرچی نباشه من غریبه بودم، نمیشد درباره مشکلات خانوادگیش با من حرف بزنه. پس به نظر شما به خاطر مشکلات خانوادگی خودکشی کرده؟ خانم لینگارد حیرت زده به پوارو خیره شد. معلومه. مگه چیز دیگه هم میتونه باشه؟ مطمئنید مشکلات خانوادگی آشفتش کرده؟ مطمئنم که اصلاً تمرکز نداشت. دربارش باهاتون حرف زد؟ مستقیم نه. چی گفت؟ اول فهمیدم حرفامو گوش نمیده. یه لحظه عذر میخوام. چه ساعتی؟ امروز بعد از ظهر. معمولا ساعت 3 تا 5 کار میکردیم. خب میگفتم آقای گور تمرکز نداشت، بیش از حد حرف میزد، مدام میگفت مشکلات مادی ذهنشو درگیر کرده. بعد گفت خانم لینگارد خیلی وحشتناکه یکی از پر افتخارترین خاندان روی زمین همچین رسوایی و ننگی بالا بیاره. شما چی گفتید؟ خب من چیزایی که آرومش کنه گفتم هر خاندانی ضعف‌هایی داره، بزرگا هم گاهی خطا میکنن، اما نسل‌های بعد یادشون نمیمونه. آرام شد؟ تقریبا. برگشتیم سر حرف اصلی، اما دوباره حواسش پرت شد. آخرم گفت امروز حوصله کار نداره و کار تعطیل کرد. میگفت شوک شدیدی بهش وارد شده. شوک؟
بله خودش گفت. منم چیزی نپرسیدم، فقط گفتم متاسفم. بعد گفت به اسنل میگم شام و ساعت 8:15 سرو کنه و ساعت 7:50 یه ماشین بفرسته راه آهن. همچین کاری رو معمولاً از شما میخواستن؟ نه، به منشیشون مربوط بود، آقای باروس. به نظرتون دلیل خاصی داشت که این بار از شما خواستن؟ شاید برای خودش دلیل داشته، ولی من اون موقع اصلا بهش فکر نکردم. گفتم شاید براش راحت تره. اما به هم گفتن که به کسی نگم آقای پوارو میان. گفتن میخوان همه رو غافلگیر کنن. جدا؟ چه جالب. بله. شما هم چیزی نگفتی؟ نه. حرف دیگه ای نزدن؟ خانم لینگارد کمی فکر کرد. چیزی به ذهنم نمیرسه. خیلی گیج بود. آها، وقتی دم در بودم گفت دیگه فایده ای نداره بیاد، خیلی دیر شده. نمیدونید منظورش چی بود؟ نه. پوارو سگرمه‌هاش تو هم رفت. خیلی دیر شده. سرگرد ریدل گفت خانم لینگارد حدس نمیزنید چه مشکلی پیش اومده بود؟ خانم لینگارد آهسته گفت گمون میکنم به هوگو ترند مربوط بود. چطور؟ دیروز بعد از ظهر روی زندگی نامه هوگو نامی کار میکردیم که آدم بدنامی بوده تو جنگ. سر جرواس گفت خواهرم هم همین اسم شومو گذاشت رو پسرش. باید میدونست هوگوها درست حسابی عذاب در نمیان. توضیح بیشتری نداد؟ نه، اگرم میداد من نمیفهمیدم، چون با خودش حرف میزد. روی صحبتش اصلا با من نبود. پوارو گفت مامزل شما به عنوان یک غریبه 2 ماه اینجایید. نظرتون درباره این خانه و خانواده خیلی مهمه. لطفاً رک و پوسکنده بگید چه حسی نسبت بهشون دارید. خانم لینگارد عینکشو برداشت و چند بار پلک زد. اولین بار که اومدم حس کردم دیوونه خونه است. خانم گورد توهم داشت. چیزایی میدید که وجود نداشتن. آقای گورم تصور میکرد پادشاه کره زمینه. فقط 2 چیز روت بینشون طبیعیه. دختر نازنینیه. به نظرم هیچ کدومشون اندازه روت خوب و مهربون نیستن. به نظرم سر جرواس دیوانه بود. جنون خودپرستی داشت و هر روزم بدتر میشد. بقیه چی؟ به نظرم آقای باروز از سر جرواس خوشش نمیومد. خوشحال بود که رو کتاب کار میکنیم. فرصت داشت نفسی بکشه. سرهنگ بری مهربونه. آقای ترند، خانم کارتول و آقای فوربس چند روزه اومدن. نظری دربارشون ندارم. ممنون ممزل. نظرتون درباره سروان لیک چیه؟ آدم خیلی خوبیه، همه دوستش دارن. سر جرواس هم دوستش داشتن؟ بله، میگفتن لیک بهترین کارگزاریه که تا حالا داشتن. البته سروان لیک هم مشکلات خودش رو با سر جرواس داشت، اما همیشه کارشو به نحو احسن انجام میداد. پوارو زیر لب گفت یه سوال ازتون داشتم. یادم رفت خدایا چی بود؟ سرگرد ریدل 1-2 دقیقه صبر کرد، اما پوارو سردرگم و فکری بود. سرگرد گفت آخرین بار که آقای گورو دیدید؟ همون موقع عصرونه، همینجا. رفتارش عادی بود؟ بله، مثل همیشه. بقیه هم عادی بودن؟ بله، کاملا. آقای گور بعد عصرونه کجا رفت؟ با آقای باروز رفتن اتاق مطالعه طبق معمول. شما صدای شلیک رو به وضوح شنیدید، درسته؟ بله، تو همین اتاق بودم. صدا رو که شنیدم رفتم بیرون. آقای ترنت و خانم کاردولم تو سالن بودن. آقای ترنت گفت انگار نوشابه هم سر میز شام هست. یکم سر به سر اسنل گذاشت. اصلا موضوع رو جدی نگرفتیم، فکر کردیم صدای ماشین بوده. پوارو گفت شنیدید آقای ترنت بگه قتل همیشه هست؟ بله، البته به شوخی گفت. یادتونه اعضای خونه به چه ترتیبی برای شام آمدن؟ کاملا. اول 2 چیز روت اومد، بعد آقای فوربس، بعد سرهنگ بری و خانم گور. آقای باروزم همینطور. گمونم به همین ترتیب بود. مطمئن نیستم چون همه تقریبا همزمان اومدن. همه بعد زنگ اول دور هم جمع شده بودن؟ بله، سر جرواس خیلی روی این موضوع حساس بود. خودشون معمولاً کی میمدن پایین؟ همیشه قبل از زنگ اول تو غذاخوری بودن. تعجب نکردید که این بار نبودن؟ چرا؟ خیلی تعجب کردم. پوارو فریاد زد یادم اومد. سرگرد و خانم لینگارد با تعجب بهش خیره شدن. پوارو گفت یادم آمد چی میخواستم بپرسم. امشب وقتی همه راه افتادیم سمت اتاق مطالعه شما یک لحظه خم شدید، چیزی رو از روی زمین برداشتید، یک شیء کوچک و براق. چی بود خانم؟ من خم شدم؟
بله، وقتی وارد راهروی شدیم که به اتاق مطالعه میرسید. آها، حواسم نبود. خانم لینگارد کیفشو روی میز خالی کرد. سرگرد ریدل و پوارو با دقت به محتویات کیف خیره شدند. 2 بسته دستمال جیبی، کرمپود، دسته کلید، قاب عینک و یه چیز دیگه که پوارو فوراً قاپیدش. سرگرد گفت عجب، گلوله. واقعاً هم شبیه گلوله بود، ولی در واقع خودکار کوچکی به شکل گلوله بود. خانم لینگارد گفت اینو برداشتم. آره، پاک یادم رفته بود. مال کیه مدام، میدونید؟ بله، مال سرهنگ بریه. خودش ساخته، از گلوله‌ای که تو جنگ زخمیش کرده. آخرین بار کی دستشون بود؟ امروز بعد از اون که اومدم عصرونه بخورم دستشون بود. امتیازای بازی رو باهاش یادداشت میکردن. کیا بازی میکردن؟ سرهنگ بری، خانم گور، آقای ترنت و خانم کاردول. بهتره خودکار پیش ما بمونه. مشکلی نیست؟ لطفاً اگه ممکنه به آقای بری بگید تشریف بیارن. بله، حتما. پوارو بی هدف توی اتاق قدم میزد. ساعت 2:30 جرواس گور همراه لیک حسابا رو بررسی میکنه. کمی حواسش پرته. ساعت 3 نوشتن کتاب تعطیل میکنه. به شدت پریشان و آشفته است. موقع عصرانه رفتارش عادیه. بعد از عصرانه به گفته برا سر حاله. انگار از چیزی خوشحاله. ساعت 5 دقیقه به 8 میره تو اتاق مطالعه. با دست خط بدی مینویسه متاسفم و بعد خودکشی میکنه. ریدل گفت جور دار نمیاد. بله، به شدت متناقضه. حواسش پرته، آشفته و ناراحته. رفتارش عادی میشه. کاملا سر حاله. نکته عجیب دیگه اینه که گفته خیلی دیر شده. درستم گفته. دیر رسیدم. جرواسگور دیگه مرده بود. یعنی واقعا فکر میکنید؟ حالا دیگه مطمئنم. نمیدونم چرا ازم خواسته بیام اینجا. پوارو گیج و مبهوت دور اتاق راه میرفت. میز بازی رو وارسی کرد. کششو باز کرد و کاغذ امتیازا رو در آورد. بعد رفت سمت میز تحریر. سطل کاغذهای باطله رو با دقت نگاه کرد. فقط یه پاکت کاغذی توش بود. پوارو درش آورد و بوش کرد. زیر لب گفت پرتقال. پاکت رو صاف کرد و اسم میوه فروشی رو روی پاکت دید. آقای بری اومد تو. ولو شد رو صندلی و نفسشو بیرون داد. پوارو خودکار رو گرفت سمتش. گمانم مال شماست آقا. ممنونم، گفتم لابد گمش کردم. اینجور که فهمیدم قبل عصرانه بازی میکردید. وقتی آقای گور برای عصرانه اومدن رفتارشون چطور بود؟ کاملا طبیعی. اصلا به نظر نمیمد بخواد بلای سر خودش بیاره. الان که دقیق تر فکر میکنم میبینم انگار کمی هم هیجان زده بود. آخرین باری که دیدیش کی بود؟ موقع عصرونه. بعدش اصلا نرفتید اتاق مطالعه؟ نه دیگه ندیدمش. کی برای شام اومدید پایین؟ بعد زنگ اول. با خانم گور؟ نه، ایشونو تو سالن دیدم. سرگرد ریدل گفت تو شراکت با آقای گور مشکلی داشتی؟ رنگ از روی سرهنگ بری پرید. منمن کنان گفت اصلاً و ابداً. پیرمرد یه دنده و بیمنطقی بوده، انتظار داشت دست به هر چی میزنه طلا بشه. پس مشکلاتی بوده ها؟ مشکل که نه، بیمنطقی و حساسیت‌های بی خود جرواس. شما رو مقصر ضرر و زیان میدونست ها؟ جرواس غیر عادی بود. وندام اینو میدونست. فقط وندا از پسش برمی اومد. منم خودم رو راستش میکشیدم کنار. پوارو سرفه‌ای کرد. ریدل نگاهی بهش انداخت و موضوع رو عوض کرد. شما از دوستای قدیمی خانواده گورید ها؟ میدونید آقای گور در مورد اموالش چه وصیتی کرده؟ اونطور که جرواس میگفت قسمت عمدش به روت میرسه. به نظرتون در حق هوگو اچاف نشده؟ جرواس از هوگو خوشش نمیاد. پس تعصب خانوادگی چی؟ هر کی باشه هم خونش بوده. روت چی؟ دختر خوندشه. سرهنگ بری با تردید مکث کرد. بعد از کمی معطلی گفت گمونم بهتره یه موضوعی رو بهتون بگم. فقط لطفاً بین خودمون بمونه. روت دختر برادر جرواسه. برادر جرواس پنهونی با منشیش ازدواج میکنه. وقتی تو جنگ کشته میشه منشیش به وندا نامه مینویسه.
وندا میره دیدنش، میفهمه بارداره. بعد با جرواس تصمیم میگیرن بچه رو ازش بگیرن. آخه وندا دیگه بچه دار نمیشد. خلاصه بچه رو موقع تولد تحویل میگیرن. مادر بچه هم تمام حقوق و اختیارات رو بهشون واگذار میکنه. چه اینطور؟ خب توجیه خوبیه برای تقسیم اموال. اما اگر سر جرواس علاقه‌ای به آقای هوگو نداشته، چرا اینقدر اصرار داشته دوشیز روت باهاش ازدواج کنه؟ برای تثبیت موقعیت خانوادگی تصور میکرد به نفع جفتشونه. حتی با اینکه از هوگو ترنت خوشش نمی اومد و بهش اعتماد نداشت. جرواس دیگران رو آدم حساب نمیکرد. فقط میخواست نسلش ادامه پیدا کنه. تصمیمش گرفته بود که روت و هوگو با هم ازدواج کنن. هوگو هم فامیلیشو عوض کنه بذاره گور. اصلا براش مهم نبود نظر روت و هوگو چیه. دوشیز روت حاضر بود قبول کنه. سرهنگبری خندید. معلومه که نه، سرتقتر از این حرف هاست. میدونستید آقای جرواس قصد داشته وصیت‌نامه جدیدی تنظیم کنه؟ تو وصیت‌نامه جدید در صورت ازدواج نکردن دوشیز روت با شخصی غیر از آقای ترنت از ارث محروم میشده. سرهنگبری سوتی کشید. پس بالاخره فهمید دختره با باروز سر و سری داره. بری حرفشو خورد، اما پوارو گفت چی؟ چیزی بین دوشیز روت و آقای باروز هست؟ نه. ریدل گفت آقای بری هرچی میدونید باید به ما بگید. ممکنه به ما کمک کنه. خب باروز جوون جذابیه. گویا یکی دوبار دزدکی با روت قرار گذاشته. جرواس هم خوشش نمی اومد. از طرفی کاراشم لنگ باراز بود. نمیخواست اخراجش کنه. آخه دست گذاشت رو نقطه ضعف روت. روت دختری نیست که همه چی رو فدای عشق بکنه. خوشگذرونی و پول خیلی براش مهمه. به نظر شما باراز چه جور آدمیه؟ حس میکنم پشت ظاهر ساده و موجهش آدم آبزیرکاهیه. بعد از چند سوال و جواب دیگه سرهنگبری رفت. ریدل نگاهی به پوارو کرد و گفت نظرتون چیه؟ الگوی هدفمندی وجود داره و پیچیده. بله، هرچی جلوتر میریم بیشتر به اهمیت جمله آقای ترنت پی میبریم. قتل همیشه هست. از اول فهمیدم براتون جالب بود. حس نمی کنید هرچی بیشتر به مسائل پی میبریم انگیزه های کمتری برای خودکشی پیدا میکنیم؟ در و پنجره قفل شده، کلید توی جیب. میدونم برای همش ترفندی وجود داره، ولی واقعا لازم بوده؟ بسیار خوب، بیایید همشو با این فرض ببینیم که ماجرا قتل بوده نه خودکشی. باشه، صحنه‌گردان شما هستید. پوارو لبخندی زد. از حرفتون خوشم آمد. دوباره جدی شد. خب فرض میکنیم قتل بوده. صدای شلیک شنیده میشه. 4 نفر تو سالونن. خانم لینگارد، هوگو ترنت، خانم کاردول و اسنال. بقیه کجان؟ باروز میگه تو کتابخونه بوده. کسی نیست تایید یا ردش کنه. فرض کنیم بقیه هم تو اتاقاشون بودن. کی میدونه واقعا بودن یا نه؟ ظاهرا همه جدا جدا اومدن پایین. حتی خانم گور و سرهنگبری تو سالن همو دیدن. خانم گور از سالن غذاخوری اومده. بری از کجا اومده؟ اینکه از بالا. از کجا معلوم؟ شاید از اتاق مطالعه اومده. خودکارشه که یادتونه. خودکارم جالبه. وقتی دادمش به بری واکنشی نشون نداد. البته شاید نمیدونست کجا پیداش کردم. شایدم نمیدونست از جیبش افتاده. بگذاریم. هوگوت و خانم کاردبل مشغول بازی بودن. فعلا کاری بهشون نداریم. خانم لینگارد و اسنلم برای عدم حضور در اتاق مطالعه مدرک دارن. خب کی میمونه؟ خانم ونداگور که اصلا نمیشه بهش مظنون بود. چرا؟ من به همه مظنونم. شاید به نامه‌ای هم که برای شما فرستاده مربوط باشه. شاید به بری شک کرده. حس کرده ازش کلاهبرداری میکنه ولی نخواسته موضوع رو علنی بکنه. اصلا این که خانم گور انقدر ساده با مرگ شوهرش کنار اومده خیلی عجیبه. مشکل دیگه هم هست. دوشیز روت و آقای باروز منفعت زیادی داشتن
در این که وصیت‌نامه جدید امضا نشه. تو نسخه اول وصیت‌نامه تنها شرط موجود اینه که شوهر دوشیزه روت فامیلیش رو عوض بکنه. برداشت آقای باروز از رفتار امروز سرج رواس هم عجیبه. سرحال و راضی. هیچکی دیگه اینو نگفته. آقای فوربس هم هست. خیلی از وکیلا وقتی تو مخمسه میفتن با حق بازی پول موکلشون رو بالا میکشن. گمون هم دیگه دارید احساسی برخورد میکنید. چرا؟ به نظرتون مثل فیلم هست؟ زندگی بعضی وقتا خیلی شگفت‌انگیز میشه. بله، ولی مدت هاست توی این منطقه اتفاق شگفت‌انگیزی نیفتاده. به نظرم بهتره بریم باجویی رو تموم کنیم. منم موافقم. نوبت خانم کاردول بود. دختری با موهای قرمز، چشمهای باهوش و مراقب. بعد از سوال و جوابای اولیه سرگرد ریدل گفت دوستتون با خانواده گرد در چه حده؟ من اصلا نمیشناسمشون. هوگو کارا رو طوری جفت جور کرد که خانواده گرد ازم بخوان بیام اینجا. شما از دوستان آقای ترنتی؟ قرار نامزد کنیم. شما را آورده به خانواده‌اش معرفی کنه؟ نه بابا، فعلا هیچ کس خبر نداره. اومدم از نزدیک ببینمشون. هوگو گفته بود مثل دیوونه خونه است، دوست داشتم خودم ببینم. هوگو خیلی دوست داشتنیه اما واقعا بی‌عقله. ممکن بود به خاطر پول راضی شه با روت ازدواج کنه به امید اینکه بعداً بتونه از شرش خلاص شه. پوارو گفت شما که نقشه رو قبول نکردید. اصلاً اگه روت بعداً طلاق نگیره چی؟ پس در واقع اومدید ببینید اوضاع از چه قراره. بله. عجب. البته هوگو حق داشت، همه دیوونن. فقط روت عقلش سر جاشه. با یکی آشنا شده. البته اندازه من فکر ازدواج نیست. آقای باروز رو میگید؟ باروز؟ نه بابا، رود خودش رو گیره یه موزمار نمیندازه. پس کی؟ سوزان مکس کرد. از خودش بپرسید. سرگرد ریدل پرسید آخرین بار کی سرج رواس رو دیدید؟ موقع عصرونه. رفتارش عجیب نبود؟ نه، مثل همیشه. خب بعدش چی کار کردین؟ با هوگو رفتیم بیلیارد. دیگه سرج رواس رو ندیدین؟ نه. صدای شلیکو شنیدین؟ بله. حس کردم صدای زنگ اول شنیدم. تون لباس پوشیدم از اتاق پریدم بیرون. بعد به نظرم زنگ دومم شنیدم. بودو رفتم پایین. هوگو جلوم بود که صدای پوپ مانند عجیبی شنیدیم. هوگو گفت لابد صدای در نوشابه بوده. سنل گفت نه. به نظر منم صدا از غذاخوری نیامد. خانم لینگارد گفت از طبقه بالا صدا اومده. در نهایت هم به این نتیجه رسیدیم که صدای ماشینای جاده بوده. بعدم رفتیم تو غذاخوری. اصلاً به ذهنتون نرسید که سرج رواس خودکشی کرده؟ اصلا چرا باید همچین چیزی به ذهنم میرسید؟ ذره تصور نمی‌کردم پیرمرد از خود راضی خودکشی کنه. آدم خل. هنوزم نمیدونم چرا همچین کاری کرده. بدشانسی. برای من و هوگو که بدشانسی بزرگی بود. گمونم هیچی برای هوگو نذاشته. کی بهتون گفته؟ هوگو از زیر زبون فوربس کشید. سرگرد ریدل گفت گمونم کافیه. لطفاً اگه حال دوشیزه روت مساعده بپرسیدشون اینجا. باشه، خبرش میکنم. پوارو گفت یه لحظه ببخشید مامزل، اینو قبلا دیدید؟ پوارو خودکار گلوله شکل رو گرفت سمت سوزان. بله، خودکار سرهنگ بریه. وقتی بازی تمام شد با خودش بردش؟ نمیدونم. بسیار خوب، ممنونم. سوزان رفت. چند دقیقه بعد روت مثل یه ملکه اومد تو. ظاهرش سرحال بود. همون لباس گلبهی بلند تنش بود که زمان ورود پوارو پوشیده بود. روی سرشونه‌هاش گلای ریز صورتی سوزندوزی شده بودن. ساعتی پیش سرزنده و حالا پژمرده بود. خب سرگرد ریدل گفت ببخشید مزاحمتون شدیم. روت پرید وسط حرفش. معلومه مزاحم شدین. مزاحم همه شدین. وقتتون رو تلف نکنم. من اصلا نمیدونم چرا بابا خودکشی کرده. فقط میتونم بگم شاخ در آوردم از کارش. همین. امروز رفتارش تغییر نکرده بود؟ ناراحت یا نگران نبود؟ گمون نکنم. دقت نکردم. آخرین بار کی دیدینش؟ موقع عصرونه. پوارو گفت بعدش نرفتید اتاق مطالعه؟ نه. خودکار براتون آشنا نیست؟ این مال سرهنگ بریه. تازگی‌ها ندیدیدش؟ یادم نمیاد. پدرتون و آقای بری اختلاف داشتن؟ سر شرکت لاستیک سازی؟ بله. آره، گمونم
بابا اعصابش خورد بود. شاید حس می‌کرده ازش کلاهبرداری کردن. رود شونه‌هاشو بالا انداخت. بابا سررشتی از مسائل مالی نداشت. سوال بی ربط و البته گستاخانه‌ای دارم. بپرسید. از مرگ پدرتون ناراحتی؟ رود به پوارو خیره شد. معلومه ناراحتم. من اهل گریه‌زاری و شلوغکاری نیستم، اما ناراحتم. من بابا رو خیلی دوست داشتم. من و هوگو همیشه بهش میگفتیم پیری. میدونم اصطلاح مؤدبانه نیست، اما کلی محبت و صمیمیت پشتشه. بابا نمونه کامل یه آدم گیج و دیوونه بود. جالبه. مغزش اندازه یه ارزن بود. ببخشید اینجوری میگم، من عین حقیقته. نمیتونست فکر کنه. البته تو عالم خیال خیلی جسور و دلاور بود. توهم جنگ تن به تن داشت. احساس میکنم تمام هارت و پورتش برای این بود که خودش هم میدونست مغزش از کار افتاده. دست پیش میگرفت. پوارو نامه رو از جیبش در آورد. مامزل اینو بخونید. روت نامه رو خوند. پس شما برای همین اومدید؟ میدونید چرا چنین نامه‌ای نوشتن؟ خیر، اما ممکنه درست باشه. هر کسی میتونست کلا سرش بذاره. جان لیک میگه کارگزار قبلیش چپ و راست سر شیره میمالیده. بابا اینقدر مغرور بود و فیس و افاده داشت که هیچ وقت وارد جزئیات نمیشد. خودش شیادا رو میآورد خونه. حرفهای شما با گفته‌های دیگران خیلی فرق داره مامزل. آخه آدم پنهانکاری بود. مادرم تصور میکرد ارزششو داره. همیشه پشتش بود. بابا هم از پنهانکاریاش راضی بود. حس میکرد خداست. برای همین یه جورایی خوشحالم مرده. من متوجه نمیشم. حالش روز به روز وخیم‌تر میشد. نزدیک بود مغزش از بین بره. مردمم فهمیده بودن. میدونستید پدرتون قصد داشته وصیت‌نامه‌ای تنظیم کنه و شما رو در صورتی که با کسی غیر از آقای ترنت ازدواج کنید از ارث محروم کنه؟ رود فریاد زد. چه مسخره! مطمئنم میشد قانونی نقضش کرد. مگه میشه کسی رو مجبور کرد با کسی ازدواج کنه؟ اگه واقعا همچین وصیت‌نامه‌ای نوشته بود شما ازش تبعیت میکردید؟ من حرفشو قطع کرد. 2-3 دقیقه ساکت موند و به دمپاییش که تو پاش تاب میخورد خیره شد. یه تیکه گل از کف دمپاییش کنده شد و افتاد. رود گفت صبر کنید. بلند شد و دوید بیرون. خیلی زود همراه با سروان لیک برگشت. رود نفس میزد. بهتر همه بدونن من و جان 3 هفته پیش تو لندن ازدواج کردیم. سروان لیک خجالت زده شد. سرگور ریدل گفت واقعا غیر منتظره بود خانم گور، یا بهتر بگم خانم لیک. کسی خبر داره؟ نه، هیچ کس نمیدونه. البته جان موافق نبود مخفی کنیم. لیک دست باچه شد. پوارو پرسید کی میخواستید به سرج رواس خبر بدید؟ روت گفت تا حدی به من و جان مشکوک شده بود. منم وانمود کردم با باروز سر و سر دارم. بابا هم کم کم سعی میکرد تتوی ماجرا رو در بیاره. اینجوری خبر ازدواج من و جان خوشحالش میکرد. به هیچکی خبر ندادید؟ چرا؟ آخر سر به وندا گفتم. میخواستم طرف من باشه. موفق شدید؟ معلومه. وندا زیاد دوست نداشت با هوگو ازدواج کنم، چون هوگو پسرم من بود. میگفت ازدواج فامیلی دیگه منسوخ شده. ممکنه برای بچه‌ها هم مشکلی پیش بیاد. البته حرف بی ربطی بود، چون من دختر واقعیشون نیستم. مطمئنید سرج رواس بو نبرده بود؟ بله. امروز که باهاشون صحبت میکردید اشاره‌ای به این موضوع نکردن؟ خیر قربان. آخه بعد از صحبت با شما پریشان و آشفته شده. 2-3 بارم تو حرفاش به ننگ و رسوایی خانوادگی اشاره کرده. رنگ از روی لیک پرید. پوارو برگشت سمت رود. شما کجا بودید وقتی پدرتون به خودش شلیک کرد؟ تو باغ. باغ؟ اصلا بله. صدای شلیکو شنیدید؟ بله، اما جدی نگرفتم. گفتم لابد کسی خرگوش شکار میکنه. بعد برگشتید خونه. از چه راهی؟ از لای پنجره. بعد به پنجره پشت سرش اشاره کرد. کسی هم تو باغ بود؟ نه، اما کمی بعد هوگو، سوزان و خانم لینگارد اومدن. فهمیدم. گمانم دارم میفهمم. سرگور ریدل گفت ممنون، فکر کنم کافیه. روت و لیک رفتن. سرگور ریدل گفت عجب جونوری ها، ماجرا هر لحظه پیچیده تر میشه. پوارو تکه گلی رو که از دمپایی روت کنده شده بود برداشت و گفت شبیه آینه خرد شده روی دیواره. آینه مرد مرده. بلند شد و تیکه گلو تو سطل آشغال انداخت. سرنخ معما توی همون آینه است.
سرگور ریدل قاطعانه گفت اگه همچنان معتقدید قتل بوده خودتون باید ثابتش کنید، چون من که مطمئنم خودکشی بوده. نشنیدید دختر راجب کارگزار قبلی چی گفت؟ گفت لج گفته سر آقای گور شیره میمالیده. شرط میبندم قصه رو لج سر هم کرده. جرواسم مشکوک و دست به دامن شما شده، چون نمیدونسته رابطه روت و لج تا کجا پیش رفته. امروز بهش میگه ازدواج کردن. جرواسم داغون میشه. برای هر کاری هم دیگه دیره. مغزش از کار میفته و خودشو خلاص میکنه. جالبه و البته ناقص. چرا؟ نکاتی رو در نظر نگرفتید. تناقض رفتارهای سرج رواس، خودکار سرهنگ بری، ترتیب ورود افراد به غذاخوری، حرفای خانم کاردل، صندلی برگشته سرج رواس، پاکت میوه‌ای که پرتقال توش بوده و مهمترین سرنخ آینه شکسته. واقعا به نظر شما این مزخرفات مهمه؟ امیدوارم بتونم تا فردا قضیه رو روشن کنم. روز بعد کمی بعد از سپیده‌دم پوآرو از خواب بیدار شد. از تخت خواب بلند شد، پنجره رو باز کرد و از تصویر طلوع آفتاب کیفور شد. دست و صورتش شست، لباساشو پوشید و پاورچین از اتاقش بیرون اومد. رفت تو پذیرایی. پنجره‌های تمام قد اتاقو باز کرد و وارد باغ شد. خورشید بالا اومده بود. به صبحگاهی زیبای آسمان رو گرفته بود. پوآرو از پله‌ها به اتاق مطالعه رسید. ایستاد و صحنه جرمو وارسی کرد. تو باغچه سمت راستش چند تا رد پا دید. یهو صدایی شنید. فوراً سرشو بلند کرد. پنجره بالای سرش باز شده بود. موهای قرمز سوزان صورت باهوششو دوره کرده بود. اول صبح تو باغ چی کار میکنین؟ کارگاه بازی؟ پوآرو تعظیم کرد. صبح خیر ممزل. وی، شما مشاهد تحقیقات یک کاراگاه بزرگید. کمک نمیخواین؟ لطف میکنید ممزل. سوزان رفت پایین. اول گمون کردم دوستین. از کجا اومدین بیرون؟ از پنجره پذیرایی. از کجا باید شروع کنیم؟ از رد پا. هست؟ 4 تا. ببینید 2 تا به سمت پنجره رفته، 2 تا ازش برگشته. رد پای باغبونه؟ پوآرو خندید. نه، رده جفت کفش پاشنه بلنده. میشه پاهاتونو کنارش بذارید ممزل؟ سوزان با تردید و احتیاط پاشو تو فرو رفتگی خاک گذاشت. پوآرو گفت تقریبا هم اندازه پای شماست. شاید هم مال خانم گور، دوشیزه گور یا خانم لینگارد. خانم گور باهاش خیلی کوچیکه. خانم لینگاردم کفشش پاشنه‌دار نیست. پس رد پای دوشیزه روته. آره یادم اومد. خودشونم گفتن دیروز بعد از ظهر تو باغ بودن. خب کارگاه بازی تموم شد؟ نه، حالا نوبت اتاق مطالعه است. در اتاق آویزون و داخل اتاق مثل دیشب. پوآرو پرده رو کنار زد. 1-2 دقیقه جلوی پنجره ایستاد و بیرون رو نگاه کرد. گمانم شما زیاد با روش کار دزدا آشنا نیستید. نه متاسفانه. رئیس پلیس هم مثل شماست. اصلا نتونسته از ارتباط نزدیک با دزدها استفاده کنه. یک بار با یک دزد حرفه‌ای گپ می‌زدم. حرفای جالبی در مورد پنجره‌های قدیمی زد. حقه خوبی بلد بود. پنجره رو وقتی چپتاش کامل جا نیفتادن باز کنه. پوآرو دستگیره رو چرخوند. میله میانی از سوراخ روی زمین خارج شد. پوآرو 2 لنگه پنجره رو به سمت خودش باز کرد. بدون چرخوندن دستگیره دوباره 2 لنگه رو طوری بست که میله به سمت سوراخ حرکت نکنه. دستگیره رو رها کرد. کمی بعد ضربه سری از بالای میله به مرکزش وارد کرد. میله به سوراخ توی زمین برگشت و دستگیره به جای اولش چرخید. فهمیدید ممزل؟ گمونم. رنگ از روی سوزان پریده بود. پنجره بسته است. محال کسی از پنجره بسته بیاد تو، اما میتونه ازش بره بیرون. کافیه دراشو از بیرون باز کنید و مثل من بهش ضربه بزنید. میله میره توی سوراخ و دستگیره رو میچرخونه. پنجرم محکم بسته میشه و هر کی ببینه فکر میکنه
از داخل بسته شده. یعنی دیشب؟ حدس میزنم. سوزان با خشونت گفت امکان نداره. پوارو به سمت تاقچه روی بخاری رفت. بعد سریع روشو برگردوند. ممازل، لطف کنید شاهد من باشید. شاهد دیگه هم آقای ترنتن. ایشون دیدن که من دیشب تکه نقره‌ای آینه رو از مجسمه جدا کردم. دربارش بهشون توضیح دادم و برای تحقیقات پلیس سر جاش گذاشتم. به رئیس پلیس گفتم آینه سرنخ مهمیه، اما گوش نداد. حالا شما شاهد باشید که همون تیکه نقره‌ای رو میذارم تو پاکت، روش مینویسم و درش رو میبندم. سر در نمیارم. پوارو روبروی آینه خرد شده ایستاد و بهش خیره شد. من توضیح میدم مامزل. دیشب اگه اینجا ایستاده بودید و آینه رو نگاه میکردید میتونستید شاهد قتل باشید. روت برای اولین بار تو زندگیش به موقع اومد سر میز صبحونه. پوارو قبل از اینکه روت وارد غذاخوری بشه صداش زد. عذر میخوام مامزل، سوالی دارم. بفرمایید. دیشب که تو باغ بودید توی باغچم رفتید؟ بله 2 بار. چرا؟ برابر حدود ساعت 7 بود، رفتم چند تا شاخه مینا بچینم. زمان عجیبی برای گل چیدن نیست؟ چرا؟ اما وندا بعد عصرونه گفت گلای روی میز شام خوب نیستن. منم رفتم از باغچه گل تازه چیدم. دومین بار چی؟ قبل شام بود. یه قطره از روغن موهام ریخته بود رو لباسم. حوصله نداشتم لباس عوض کنم. یادم افتاد یه شاخه رز تو باغچه است. رفتم سنجاقش کردم به لباسم. بله دیشب دیدم. کی بود؟ یادم نیست. خیلی مهمه. یه کمی فکر کنید مامازل. روت اخ کرد و با لحن تندی گفت ساعت دقیقش رو نمیدونم. شاید حدود 8 و 5 دقیقه بود، چون تو راه برگشت صدای زنگ شنیدم، بعدم صدای شلیک. میدویدم چون فکر کردم زنگ دوم بوده. چه اینطور؟ سعی نکردید از پنجره اتاق مطالعه بیاید تو؟ چرا؟ اما پنجره محکم بسته بود. تبریک میگم مادام. چی رو؟ همین که برای هرچی توضیحی دارید. جای دمپاییتون تو باغچه و اثر انگشتتون روی لبه بیرونی پنجره. عالیه. قبل از اینکه روت چیزی بگه خانم لینگارد با عجله اومد پایین. از دیدن روت و پوارو کنار هم جا خورد. چیزی شده مادام؟ روت با عصبانیت گفت گمونم آقای پوارو عقلشون از دست دادن. زود از کنارشون گذشت و رفت تو غذاخوری. خانم لینگارد با تعجب به پوارو خیره شد. پوارو گفت بعد صبحونه همه چی رو توضیح میدم. پوارو وارد غذاخوری شد. لطفاً همه رأس ساعت 10 تشریف بیارید به اتاق مطالعه سرجرواس. پوارو گفت خانم آقایان، ازتون خواستم بیاید اینجا تا حقایقی رو در مورد مرگ سرجرواس بهتون بگم. روت با لحن تندی گفت نفهمیدم. یعنی دلیل خودکشی بابا رو کشف کردید؟ خیر مدام. پس این مسخره بازی ها چیه؟ پوارو خونسرد گفت من دلیل خودکشی رو نمیدانم، چون ایشون اصلا خودکشی نکرده، کشته شده. چند نفری همزمان پرسیدن کشته شده؟ هوگو گفت امکان نداره، وقتی در شکستم هیچ که داخل نبود، پنجره بسته بود، کلیدم تو جیب دایی بود. بله اما کشته شده. سرهنگ بری گفت لابد قاتل از سوراخ کلید فرار کرده. پوارو گفت از همین پنجره فرار کرده. ببینید اینطوری. یه بار دیگه ترفندی رو که برای سوزان اجرا کرده بود اجرا کرد. دیدید؟ از اولم قبول نمی کردم سرجرواس با همه خودشیفتگی خودش رو از بین برده باشه. البته نکات دیگه هم بود. ظاهراً سرجرواس پشت میزش نشسته بود. نامه بدخطی نوشته بود و بعد به خودش شلیک کرده بود. اما قبل شلیک صندلیشو چرخونده بود. چرا؟ چشمم به مجسمه برنزی افتاد. تکه نقره‌ای آینه به پایش چسبیده بود. از خودم پرسیدم تکه آینه اونجا چی کار میکنه؟ بله، آینه شکسته بود، اما نه با گلوله، با مجسمه برنزی. آینه رو عمدن شکسته بودن. یه نکته خیلی مهم، دیشب خانم کاردل گفتن با عجله رفتن طبقه پایین چون حس می‌کردن
زنگ دوم رو شنیدن. چرا؟ چون تصور میکردن زنگ اول قبلاً به صدا در آمده. خب فرض کنیم زمان اصابت گلوله سرجرواس مثل همیشه پشت میزشون نشستن. گلوله مسیر مستقیمی رو طی میکنه. اگر در باز باشه ازش رد میشه و میخوره به ناقوس. اتاق خانم کاردل کمترین فاصله رو از ناقوس داره. پس تنها کسی که صدای کوتاه ناقوس رو میشنوه ایشونه. مسلماً سرجرواس نمیتونه بعد از مرگ بلند شه در رو ببنده و قفلش کنه. پس قتل بوده. قاتل هم کسی بوده که راحت به اتاق سرجرواس راه داشته. احتمالاً کنارش ایستاده، باهاش حرف زده و در فرصتی مناسب هفتی رو سمت راست سرش گذاشته و تمام. بعد قاتل در رو قفل میکنه و کلیدو توی جیب مقتول میذاره. با خودش میگه اگه کسی صدای زنگو شنیده باشه معلوم میشه که زمان شلیک در باز بوده. پس صندلی رو میچرخونه، شکل قرار گرفتن جسدو عوض میکنه، انگشتای مقتول رو روی هفتیر فشار میده و در نهایت آینه رو میشکنه. بعد از پنجره میره بیرون. از باغچه گلا رد میشه که بعد از مدتی رد پاش از بین بره. خونه رو دور میزنه و میره تو پذیرایی. پوارو مکسی کرد و اینجوری ادامه داد. فقط یک نفر وقتی گلوله شلیک شده توی باغ بوده، همون کسی که رد پاش تو باغچه و اثر انگشتش روی لبه بیرونی پنجره است. بعد برگشت سمت رود. چرا؟ چون پدرتون فهمیده بود دور از چشمش ازدواج کردید؟ چون اگه زنده میموند از ارث محرومتون میکرد؟ دروغه، مزخرف میگی، همش دروغه. مدرک زیاد هست مدام. البته شاید هیئت منصفه حرفاتون رو باور کنه. صدای زنی از بین حاضرین اومد. من شلیک کردم. همه از جا پریدن، به سمت صدا برگشتن و با چهره مضطرب و آشفته خانم لینگارد مواجه شدن. صدای خانم لینگارد میلرزید. من بهش شلیک کردم، اعتراف میکنم. خیلی وقت بود منتظر همچین فرصتی بودم. آقای پوارو درست گفتن، تا اینجا دنبالش اومدم. هفتی رو قبلا برداشته بودم، وایسادم کنارش. زن بغضشو قورت داد. وایسادم کنارش درباره یه کتاب حرف میزدیم. ماشه رو کشیدم، ساعت تازه 8 شده بود. اصلا تصور نمیکردم گلوله از سرش رد بشه بخوره به زنگ. وقت نداشتم برم دنبال گلوله بگردم. در قفل کردم، کلیدو گذاشتم تو جیب سرجرواس. بعد صندلی رو چرخوندم و آینه رو شکستم. روی تیکه کاغذ نوشتم متاسفم. از پنجره رفتم بیرون و به همون روشی که آقای پوارو گفتن پنجره رو بستم. از توی باغچه رد شدم و رد پامو با شنکش صاف کردم. ساختمونو دور زدم و رفتم تو پذیرایی. منتظر شدم تا یکی از پله‌ها بیاد پایین. اسنل اومد، میرفت زنگو بزنه. بعد رو کرد به پوارو. میدونید بعدش چی کار کردم؟ البته هوشمندانم بود. پاکت پرتقال باد کردید و ترکوندید. صداش به اندازه کافی بلند بود. پاکت رو انداختید تو سطل و به سالن برگشتید. حالا برای آدم حضورتون در محل جرم دلیل داشتید، اما هنوز یه جای کار میلنگید. گلوله حتما جایی نزدیک ناقوس افتاده بود، در حالی که باید توی اتاق مطالعه و نزدیک آینه پیدا میشد. من نمیدونم کی خودکار سرهنگ بری رو برداشتید. همون موقع که اومدیم تو پذیرایی دیدم خودکار سرهنگ بری روی میز بازیه. یواشکی سروندمش تو جیبم که اگه بعدن گلوله رو برداشتم و کسی دیدم بگم گمون کردم خودکار سرهنگه. اون موقع که همه راه افتادیم سمت اتاق مطالعه گلوله رو دیدم، برش داشتم. بعدم انداختمش کنار آینه. وقتی ازم پرسیدین از رو زمین چی برداشتم، خیلی خوشحال بودم که قبلا فکرشو کردم. بله، زیرکانه بود. کاملا گیج شدم. آقای فوربس با لحن خشکی گفت واقعا عجیبه، گمون نکنم انگیزه‌ای بوده باشه. خانم لینگارد محکم گفت انگیزه هم داشتم. بعد با پرخاشگری گفت برید دیگه، برید زنگ بزنید به پلیس. پوارو آروم گفت لطفاً همه از اتاق برید بیرون. اعضای خونه یکی یکی از اتاق رفتن. رود نفر آخر بود. مردد تو چارچوب در وایساد. سر در نمیارم.
بعد با لحن تندی به پوارو گفت شما که مطمئن بودید کار من بوده. پوارو سرشو تکون داد. نه هرگز چنین فکری نمی کردم. روت رفت. پوارو با خانم لینگارد تنها موند. زنی که اعتراف کرده بود نقشه قد کشیده و در کمال خونسردی اجراش کرده. از اول میدونستیم کار روت نیست. متهمش کردین که من دهم باز کنم، نه؟ پوارو به نشونه تایید سر تکون داد. خانم لینگارد خونسرد گفت چرا به من شک کردید؟ دلایل زیادی داشت. اول نقل قولتون از سر ژرواس. آدمی با اون همه غرور و تعصب خانوادگی هیچ وقت جلو یک غریبه بد خواهرزادش رو نمیگه. پس شما دروغ میگفتید. چرا؟ میخواستید نظریه خودکشی رو قوت بدید. دوم، شیئی که از روی زمین برداشتید. سوم، پاکت میوه‌ای که توی سطل پیدا کردم. وجود پاکت میوه توی خونه اعیانی بعیده. وقتی صدای شلیک اومد فقط شما تو سالن بودید. پاکت میوه یه حقه خانگی و زنانه است. انگیزمم میدونین؟ خوشبختی روت. گمانم از ازدواج روت و لک خبردار شده بودید و وقتی تصادفاً به پیشنویس وصیت‌نامه سر ژرواس برخوردید فهمیدید روت اگر با کسی غیر از هوگو ازدواج کنه از ارث محروم میشه. شما تصمیم گرفتید مانع بشید. شما از نامه‌ای که سر ژرواس برای من نوشته بود خبر داشتید. هنوز نمیدونم چرا نامه رو نوشت، اما حتما حس کرده باروز یا لیک ازش اختلاس میکنن. از احساسات روت مطمئن نبود. برای همین تنهایی تحقیقاتش رو شروع کرد. شما هم از ماجرا استفاده کردید و صحنه خودکشی رو ترتیب دادید. ژرواس آدم زورگو از خود راضی و وراجی بود. نمیتونستم دست رو دست بذارم تا روتو بدبخت کنه. پوارو با ملایمت گفت روت دخترتونه؟ بله. از وقتی سرپرستیشو واگذار کردم همش دنبال یه فرصت بودم تا ببینمش. چند وقت پیش شنیدم ژرواس دنبال کسی میگرده که در نوشتن تاریخ خانوادگی کمکش کنه. گفتم شانسمو امتحان کنم. مطمئن بودم وندا منو نمیشناسه. من وندا رو دوست داشتم اما از خانواده گور متنفر بودم. مثل یه آشغال با هم رفتار کرده بودن. حالا هم ژرواس میخواست روتو بدبخت کنه. عزم کرده بودم نذارم. حالا روت خوشبخته، به شرطی که چیزی درباره من ندونه. پوارو آرام گفت خیالتون راحت مدام. مأمور پلیس خانم لینگاردو دستگیر کرد. پوارو روت و همسرشو تو باغ دید. روت با لحن ستیزه جوش گفت آقای پوارو، واقعا فکر کردین کار من بوده؟ نه، میدونستم امکان نداره کار شما باشه. به خاطر گلای مینا. گلهای مینا؟ 4 رد پا تو حاشیه چمنا بود. اگه شما گلها رو چیده بودید باید رد پاهای بیشتری جا میموند. در نتیجه 1 نفر بین 2 باری که شما رفتید رد پاها رو صاف کرده بود. فقط مجرم چنین کاری میکنه. رد پای شما پاک نشده بود. پس شما متهم نبودید. چهره روت از هم باز شد. عجب. شاید غیر عادی باشه اما دلم برای خانم لینگارد میسوزه. میتونست اعتراف نکنه و بذاره من بازداشتم. کارش شرافتمندانه بود. اصلا دلم نمیخواد محاکمش کنن. نگران نباشید مامازل، کار به اونجاها نمیرسه. دکتر بهم گفت مشکل قلبش جدیه. چند هفته بیشتر زنده نمیمونه. روت شاخه‌ای گل چید و به گونه‌اش فشار داد که بیچاره. آخه چرا این کارو کرد؟